پنهان کردی؟ هیچ کینو تماشا داشتم. چی بود؟ کنی بگذار بینیم؟ کاری تو چی هستن؟ کن تلفن از رو مامانده؟ نمیده. این چیز با تو داخل نداره. بین من و تو سیر نبود که. شنید بچه ها. باور میکنی زیا برای نجات میلیس رفته است؟ تا این درجه نه آخر. این میلیس باشد سخت چسبیده است. چرا دومولوزیو حیاتش رو در زیر خطر میگذارد برای میلیس شده؟ چرا؟ الان همین خیر، هر جا که بلاست زیا اونجاست. میدونی چی؟ میلیس رو در حقیقت دوست می‌داشته است. به خودو. چی خیلی دوست داری؟ چی هم میگویی تو؟ تو یاری منی یا یاری خرس هستی؟ نه، من برای وی میگویم. از میلیس باید ترسید. به خدا بیرو است. بین حالا هم میلیس میگوید. سلین جان لطفاً این موضوع رو پشت که عصبانی میشم. زهرا جان، تو با میلیس رشت داری؟ یا خدا یا چرا رشت کنم؟ برای چی رشت کنم؟ چرا رشت کنم؟ زیا مرا دوست می‌دارد. ها، من هم همین رو گفتنیم. دومولوزیو تو رو دوست می‌دارد. با میلیس رشت بردنت بیهوده است. تو از میلیس میترسی که دومولوزیو رو از دستت میگیرد و چی هم میگویی تو؟ چی خیلی از دستم میگرفته است؟ از دست ما گرفته نمیتواند، گرچنده که زیاد دوباره او را نجات داده است. تمام نباشد. دومولوزیو تکرارن دلش سوخته نجاتش داده است. تکرارن گفتی تو؟ میلیس را زیا نجات نداده است. یک آدم نقاب پوش نجات داده است. آدم نقاب پوش گفتی؟ خوش بچه ها، امروز درسمان طریق اینترنت میگذرد. نواری را میکشم، شما هم آرامانه تماشا میکنید. میلش محترم جماعت، هر بنده مرگ را میچشد و نماز جنازه را هر مسلمان این هجری نیست مگر؟ باز هجری ها؟ میگوی 10 مگابایت میرسد. این کودک در حقیقت بی‌عقل است. استاد من باید آن سلاح را گیرم، اما چه خیر؟ آدمانش آنجا را مثل قلعه محافظت میکنند. سلاح را در زیر زمین گور کردند. خدا نگهبان جواب باشد. بیاد آخر. ای بچه ها، چی گپ است؟ آدم نماز جنازه را میفهماند، شما چرا میخندید؟ استاد جنازه هجری است. استاد با یگان کامپیوتر دیگر پیوست شدیم. چی استادم نیست اونجا؟ هجری؟ پسرم؟ ها استاد با شما یک سوال دارم. پسرم تو در اینترنت چیکار داری؟ چی گپ است؟ استاد بچه های محله ما همشان خکر هستند. برای با شما در رابطه شدن بسیار خدمت کردم. یا خدایا پسرم، با من در رابطه نشو. رو از برای خدا. میپرسم استاد گوش کنید. اگر آدم ها با هم دیگر عاشق نشده خانه‌دار شوند جایز است مگر یا نه؟ چی؟ خانه‌داری عقلانی میگویند، چی میگویند همون جایز است یا نه؟ با این سنگر درباره خانه‌داری میپرسد. هجری تو به ما عقل قرض داده ای که این خیلی سوال ها میپرسی؟ در من عقل نمانده است دیگر. این مردک جایزه یا نه؟ جایز نیست هجری. خانه‌داری عقلانی گفتنی گپ نیست، چون که در جایی که عشق باشد عقل نیست. خاموش باش. عشق با عقل یک جان نمی شود. این خیلی چیز نمی شود آخر.
яъне устод бедӯз доштан хонадор шудан ҷоиз нест ҳамин хел. یا خدایا هجری یعنی جایز شاید باشد اما درست نیست. مرا میفهمی پسرم؟ یعنی دو نفر همدیگر را دوست ندارند خانه‌دار نمیشوند. یعنی خانه‌داری عقلانی وجود ندارد. خدا از شما راضی باشد استاد رحمت. بسیار راحت کردم. خیر، روز بخیر. برنامه ما باشد در اینجا به آخر رسید. خانم بانو جناب کنعان. سلام السلام. سلام جناب کنعان. ای خدای این چه خنده زیباستی. بخشش نفهمیدم. من خواستم از شما پرسم یگان مشکلی نیست؟ بچه ها ناراحت نمیکنن شما را؟ تشکر، سلامت باشید. به خدا در سایه شما همه خوب است. وای استغفرالله، چه خیلی نفهمیدم من. من سرم را عرض بوجه خود میشم برای همین کفش رو ای میگیرم. تماز فهمیدی؟ دامت رو گیر. کیپ کویت. کیپ کویت. این رو میگی؟ یگان خدمت باشد حل کنید. اوف. درسای خوب رفیقان. جناب کنعان. معلمه شما چی خیلید؟ خوبم تشکر زیاد بفرمایید. بچه ها شما رو غم نمیدهند؟ نه، غم نمیدهند. با درس گوش میدهند؟ بله گوش میدهند البته. بسیار خوب. معلمه بانو را نرنجانید. خوب معلمه یگان چیز لازم شود من در همین جا هستم. مایلش تشکر زیاد. درسای خوب. درسای خوب. معلمه بانو جناب کنعان. چی خیلی هستید؟ رحمت. شما در رابط هستید؟ بچه ها معلمه بانو در رابط هستید مگر؟ شوکت معلمه بانو رو در رابط نگذارید. معلمه بفرمایید. نه جانم این خیلی نمی شود. جانم خواهش میکنم لطفا. بچه ها مرا ببخشید. و چرا معلمه رو نوبت نمیدید؟ شوکت معلمه بانو چیزی که میگیرن از حسابی من است. شوکت چه مثلی وحشی نگاه داری ها؟ از حسابی من بفرمایید. تشکر زیاد. ای معلمه جان، من اونقدر آمادگی دیدم اما شما باشید مرا باز بهای دو ماندید. به خدا این خیلی نمیشود. من از بالایتون شکایت میکنم. یا خدایا. به خدا کی؟ یعنی معلمه جان شما با ما بهای یک کم گذارید ما راضی هستیم. بیا دستتون رو ببوسم. بسیار معلمه زور هستید. به خدا با همه کارهای شما ما راضی هستیم. معلمه جان ببینید من تیار کردم. معلمه بینید درس رو من تیار کردم. معلمه در حیاتم یکم بار وظیفه خانگی کردم. کنی بینید این رو؟ اوی ایستو نوبت من است. یعنی بچه ها اول از من رو بینید. بله معلمه یک جای کردیم. استغفرالله. ما چی خیلی که نباشد علم و تعلیم رو دوست می‌داریم. برای بلند برداشتن صفت تعلیم یعنی 9000 10,000 11,000 12,000 پول در کار است. من به این هم از سر تا پای شما علم و تعلیم رو میبینم. این چی سخنهای بیمزه هستن که من گفته ایستادم؟ جناب کنعان برای همه‌اش تشکر زیاد میگویم. با اجازت شما من به درس میدرویم. البته بفرمایید، اجازه در دست شماست. ای بچه ها من عاشق شدم. این مردک دیوانه شده دیوانه. ای بی نمک، ای بی شرف، اینجا بیایید. لبک قانون معبدی آمون. گوش کنید، تنفس اعلام میکنیم. رفته زنگ رو زیر کنید. طلبه ها امروز ایت کنن، خورسندی کنن. همین کاروش دوست میدارم. منم دوست میدارم. خیر رفتی. روید زود.
ҷаноби Канон. чӣ гап аст бону? Намедонам устод. оғои Канон, чӣ гап аст? танаффус эълон кардем. танаффус эълон кардед? бале. охир ман имтиҳон гирифта истода будам. шумо бошед танаффус эълон кардед. ба худо ҳеҷ чизро ман нафаҳмидам. шумо ишқро намефаҳмед? ҳайсиётро намефаҳмед ҷаноби Шералӣ? нафаҳмидам. ишқ пиш гуфтанатон ба ин коратон чӣ алоқа дорад? чӣ хел намефаҳмед ҷаноби Шералӣ? боз устоди математика будаед? устоди математика не, ман адабиёт дарс медиҳам. хуб, чизе нест. гапро дароз намекунему. имрӯз истироҳат мекунем. имтиҳонатонро баъдан мегиред. тамом. ҷаноби Канон, шумо чӣ кор карда истодаед? мактаб аз ман аст ку. ҳар вақте ки хоҳам танаффус медиҳам. ба шумо чӣ? барои чӣ таътил медиҳед? барфбори таътил додем. дар даруни ман ишқ мавҷ мезанад. ин бошад таътили ишқ аст. бемардак, магар ихел таътил мешавад? ту аз ишқ чӣ мефаҳмӣ, директор? дӯст дорӣ ҳамаш мешавад. ҳозир ҳама талабаҳоро дар поён ҷамъ кун. дар бораи таътил худам гап мезанам. рафтем. хай бачаҳо, ку биёй бирем бинем чӣ мегӯяд. рафтем бачаҳо. фаромӯш накунед ҷавонон, дар ин дунё аз ишқ дида чизи муҳимтаре нест. ватанро дӯст доред, миллататонро дӯст доред, оилаатонро дӯст доред, мактабатонро дӯст доред, устодонатонро дӯст доред. чӣ хеле ки гуфтанд, дӯст дорем то дӯст тамом доранд. ин дунё ба касе намемонад. آفرین استاد. дар ин ҷо суханамро ба охир расонида ба ҳамаи шумо таътили ишқро самимона табрик мегӯям. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای اینجا چی گپ است پسرم؟ بابای کنان در مکتب تعطیل اعلام کرد. بابای کنان در مکتب تعطیل اعلام بله، تعطیل عشق، تعطیل عشق. با خدا بابای هستی کسی هستی در سایه تو از درس جانم خلاص شد. چی گپ هست اینجا؟ کانون دیوانه یگو نمایش تشکیل مگر نمیشنوی بابای کنان با ما تعطیل اعلام کرده است. چلی تعطیل؟ تعطیل عشق. تعطیل عشق؟ از این خر همین رو انتظار بودیم. چرا تعطیل کرده است؟ با معلمه بانو عشق است. برای همین تعطیل اعلام کرده است. تعطیل. جان ما هم خلاص شد. کنان! شوکت چی کار میکنی دیوانه؟ خاموش باشید. شوکت تو مردی. کنان دیوانه؟ در مکتب تو تعطیل اعلان کردی؟ بله؟ گوش که بدبخت میدونی که به آشخانه مرا سنگچه اعلان کردی. این مایمون چی میگوید؟ شوکت دیوانه با سرم را در بلا میگذاری. تو زیدی قانون معارف عمل کرده ایستاده. من به تو اجازت نمیدیم که قانون رو پایمال کنی. ای دیوانه مرا گوش کن. دعا کن که کودکان اینجا هستند. وگرنه من چنان پایمالت میکردم که بعد میدیدی. هیچ گپ نه. امروز تعطیل عشق است. گوش که برادر، این مکتب آشخانه چی داره؟ آشخانه چی حق داره که تعطیل رو برهم دیه. کسی به اجازت من کار میکند میکشمش. نکن شوکت. رفتیم بانو جان عشقم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی تو؟ ها؟ چی کار میکنی؟ چه خیل دستی معلم را گرفتی تو؟ ها؟ میبردارم هوش میتم. با میبردارم هوش میتم.
چی کاره کنم نکنم بونو ای خدمه فهمیدی کنانی دیوانه سری مرا ویرو نکن من حاضر تو رو میکشم وای من نکنه بونو جان تماشا کن بچه ها دور بسین کو بینین کلمه ابله چیکار میکنه اینا من در پیشت ایستادم پرونم اکا شوکت چی ایستاده شما دهانتان کشادگی پران دین خدا زده را آشخانهش از سرش مانه پرانه عشق بانو هست جوشن در تنم کسی او رو از شوکت جدا میکند قبرش رو میکند شوکت اینجا بیا بیا شر بچه من بیا بین امروز به خاطر حرمت و احترام نسبت تعطیل عشق همه بچه ها در آشخانه تو هر چیزی که میخوان خورن نوشن از حساب من به پول تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست را از قفای کار شد خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست این حیوان فهمون که میگیرم میفهمون تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست سردارم شما فکر نکنید که ما شما رو در اینجا محکم میکنیم چون که پلیس هست تکیونه شما فکر کنید که ما شما رو در اینجا نچلنگ اخرانه تعیین کردیم لوند دهان تو اندوزش رو گم کرده است در کوتاه‌ترین مدت من دهانت را ساز میکنم تمام سردارم گپ رو زیاد نمیکنیم حاضر من کار دارم ولی من همیشه آماده شما رو نظارت بکنم احتیاج به چیزی داشته باشید میارم فنری چوپچو تمام خدا یارد افتی خونکت در گور چاششمه ابله چی کار کرده دا؟ چرا سلاح رو نیافتید؟ با خدا اکاون رو در همین جا مونده بودم نمیدونم کجا شده که از کجا میدونم حیوان ها من با شما نگفته بودم که به مکتب سلاح نیارید اینجا مکتب است مکتب مکانی علم است چرا سلاح میارید حیوان ها گوش کنید احتیاط کنید سراسیمه نشوید برای کودک ها نمونه آدمی بد نشوید یگان خطاگی کنید گورتان نمیکابم فهمیدی تو رو گفت مرانه روید گم شوید از نظرم خای از پشت اینها چی چیزا به سرم نآمد دردی سر شدن خدا لعنت کند شما را چی کار میکنی؟ ساعتی منو ایستار که من این رو میخوشم گفتم ایستار گم شو
استاد شما آمدید ها؟ خوش آمدید. خوش باشید جناب. چی گپ شد در اینجا؟ وای شوکت کمی بی اهمیتی کرد. یک روز پایش تاب خورده بود حاضر باشد اینجا افتیده است، اما بعد از گذاشتن چای شما افتیده است. شوکت بین استاد آمد است، رفته برای ما 2 تا قهوه آماده کرده بیار. زود باش. استاد با این چی شده باشد؟ اوه به عقل های ما از صبح انا این سیلا رو میگفتن اینجا بود است. استاد لبای خبر دارید؟ اونال را دستگیر کرده، با محبس بردند. یا خدایا. بسری برادری رحمتیتان بلا شده بود. آهی دل رحمتی به خدا گرفت تو را. شنید استاد راست نیستی؟ خوب شد که از آن دیوانه خلاص شدیم. برادر رهایم کن میگویم. رفته دهان بینیان بیشرف را میشکنم. برادر وای کلتا کلیسی بیشرفی لعنتی در بیرون آزادانه سروگش دارد و من باشم در محبس هستم. این خیل نمیشود مگر مرا برار. چرا میپوشی در را کشو بگویم کشو مرا از اینجا برارد. این عجینه رو ببین. آدم اینقدر بیزیب هم میشد است. در قطار مرده هست او. خوب میشد که او رو بابایم به خارج روان میکرد. اوف از این کای جانم خلاص میشود. افتش رو بین مثل تیمسا است. با همین افتش در خواب احمد ندار آمد که احمد هوشش به جایش بیاید. میخواهم خیسته مویهایش رو کنده پرتویم عجینه. نه این خیلی نمیشود. بابایم را میگویم که دیگر جا بکوچیم. اینها اینجا ایستند. یگان بلا رو به سر میارن. عجینه تو مرا چیزی گفتی؟ من به تو چی میگویم؟ گپم حیف میشود. اما اگر خواهش کنی که گپ زنم به تو میگویم دوستشه دختر امکت رو دوزیده ای؟ یک دختری بیچاره هستی؟ من به تو سراغه احمد را نداده بودم. اما تو چی کار کردی؟ رفته مثل هر وقت از بهونریت دستت خالی برگشتی ها؟ بعد به من تهمت زدی. از دل سیاحت همه افلاسی ها رو برآورده. تو رو کدام مرد دوست می داشته باشد گفتی کو؟ اما چی شد؟ احمد مرا دوست داشت. مرا چی خیلی حیران کردم تو رو. بیچاره مشتی کردیم. البته که نمیدونی. از کجا داند این دختره که بیچاره او رو در یک خانه محبسی کردن؟ تو چی ها میگویی؟ زیا از من عذر پرسید. دروغ میگویی؟ من قبول کردم اما با یک شرط. دیگر نام میلیس را به زبان نمیگیرد. دلت رو شکستم. تو بسیار غمگین شدی. دروغ میگویی؟ تو افلاسی دروغگو. بابایم همراه شده برای مرا از احمد دور کردن همه کارو کردید. مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید فهمو؟ میلیس جانم تو خیال میبافی؟ زیا مرا دوست میدارد. میدونی من حاضر چیکار میکنم؟ لباسایم را عوض کرده
میروم. با احمد یعنی زیا وا میخورم. هم احمد هم زیا مرا دوست میدارند. تو بازدی؟ بدتمیز. اکنون راه به آخر رسید. یا کلتاکیلاس میمیرد یا من. ولی سردار اگر ما کلتاکیلاس رو کشیم ما رو زنده نمیمونند. باشد. از کسی نمیترسم. کسی که از جان دادن ترسد جان گرفته نمیتواند. اوف. چی شد؟ میلیس عصبیم میکند. او رو کشتن میخواهم. با خدا از دلگیر شدم. زهرا تو هم میلیس گفته مرا سرم را گران کردی. گپی دیگر نداری غیر از میلیس. تو رو دوست میدارم اما بابای دختر رفتاری بد کردن نمیتوانم آخر. تو میلیس رو طرفگیری میکنی؟ چی؟ نه طرفداری نمیکنم ولی بابایت میلیس رو در آن خانه محکم کرده بوده است. تو باشی به من چیزی نگفتی. با سر نکن میلیس گویی رو. میلیس یه بس بوده که میلیس گویی آخی؟ جانی من زیا، عشق من زیا، میدونی جونه که من از رشک این گپ ها رو گفتم. جانی من به کسی تو رو نمیدیم. زهرا چی کار میکنی؟ نمیبینی؟ استانبول بسیار بزرگ است اما آنقدر بزرگ نیست. یگان شاگردم بیند میگوید چی خیلی استادی دین است. با بینت دنیا با بینت همهش که بزرگی ما رو شنود. بیا از اینجا گرفته مرا با عشقم. من هم تو را دوست میدارم زیایم. چی؟ ای زهرا تو چی کار میکنی؟ ایست از برای خدا. چی شد؟ زود به من جواب ده. چرا میلیس رو طرفگیری میکنی؟ یا خدایا چی خیلی طرفداری کردم. طرفداری نمیکنم اما اجازه دیم که در نزدم دختر را بسته تر کنم. چرا نگفتم میدانی تو؟ چرا؟ چون که از او خلاص شدن میخواستم. بابایم او را رمان کردنی بود. دیگر او به بین ما نمیدر آمد. اما تو چی کار کردی؟ در حال رفته او را نجات دادی. چه کار میکردم؟ اجازت میدادم که دست و پای او را بسته برده تر کنن؟ همین خیل. چی همین خیل؟ با کجا میروی زهرا؟ از برای خدا بیشین در جایم. میایم جانم. بعد هر جنجالمون خسته میرود. بخشش ممکن است گیرم؟ تشکر. چی کار میکنی؟ ای چی کار میکنی؟ میلیس ها؟ ای دختر بی عقلی نکنیست. زهرا این چی کار است؟ اینجا بیا. تو از من هستی. بس هست ای دختر ایست. از اینجا گریختن لازم. من باید از اینجا گریزم. کلتاکیلاس گریخته تواند من هم میتوانم. خیز از جوه. آرام باش. من بیرون برآمده هوای تازه گیر. باز جر نشود. ماشینت بسیار فسان است. فسان است. بسیار زیبا. زهرا دیگر این خیلی کار نکنید که ماز قربان چشمانت شوم. به خدا دنبه هم حالا هم درد میکنم. تو هم دیگر میلیس رو طرفداری نکن. تمام طرفداری نمیکنم. قول میدیم خدا مرا لعنت کند برای طرفداریم. خیر من درایم. خیر تو خانه درو. خیر تا بستید.
اوف درد میکند. عجبا من تا به اینجا آمدم یک میلیس را بینم چی می شده باشد؟ دختر از مرگ رها یافت 2 دقیقه او را بینم شه کنی یک بینیم احمد تو اینجا چی کار میکنی؟ بابایم بیند میکشه تو رو. خدایا توبه تشویش شدم گفتم تو را بینم. احمد از اینجا رو من خوب هستم رفت. اوف برای تو آمدم میگویم. با کی صحبت دارد این ابله؟ من به تو نگفته بودم که دیگر وا نمیخوریم. چرا آمدی رو؟ با خودش کپ میزنن مگر؟ احمد منتظری چی هستی؟ میخواهی بابایم بیند ما رو ها؟ با ستان صحبت دارد چی بلو؟ برایت تشویش شدم یک چیز را پرسیدن میخواهم اما میگویم پرسم نمیتوانم پرسیدن. این با ستان صحبت دارد؟ این دیوانه شده است. مایلش خریج روان کرده نتوانستیم. دیوانه خونه که رفتی جناب خلاص می شود می ریسیم. توبه توبه. تمام میروم اما یک چیز را پرسم آن آدمی نقابدار کی بوده؟ نمیدونم. چه خیال نمیدونی؟ هیچ چیز را به خاطر نداری؟ چیزی را ندیدی؟ در پیشونیش رسمی ماه بود. دیگر هیچ چیز ندیدم. ماه گفتی؟ چه خیل ماه؟ چرا تو این قدر میپرسی؟ نه وای گفتم با وای آدم تشکر گویم تو را نجات داد برای همین آخر. وای آدم کی باشد؟ میلیس را چرا نجات داده باشد؟ چشمش به میلیس باشد مگر؟ چی شد میلیس را رشک کرده ایستادم چی هم؟ نه همینش نمیرسید. تنها خواستم فهمم کی بودنش را یا اینکه احمد رفت بابایم تو رو زنده نمیگذارد. چیزی نمیشوده. 2 دقیقه گپ زدیم تو چی میترسی؟ احمد چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ از کی پینهان شدی؟ بابایم گفتی از او پینهان شدم آخیر. مرا گوش کن. از زهرا پینهان شده ایستاده ها؟ میترسی که هر دویمان رو اینجا میبینند؟ اوف از زهرا چرا باید ترسم؟ دیگر تو رو آغوش نمیگیرد. خدایا توبه میلیس از کجا این گپ ها را میبراری؟ احمد من برای تو کی هستم؟ بابا این چی گپ است میلیس از برای خدا این خیل نکن. احمد دیگر نمیخواهم که با من بخوری اکنون. تو فهمیدی مرا ها؟ تو رو چه خیلی که به زهرا قول دادی از من باید دور گردی. این آخرین بخوری همون بود. اوف ای خدایه اکا زهرا در نزدیک همه از پس تو دویده تو رو پیش کرد. چرا میخندی بی تو؟ پیش کرد شرمنده شدم.
ака ту ҳам сазовор будӣ. не вай духтар тамоман дигар мешавад. аз забонам номи мелис ки барояд аз дохили вай як ҷонвар мебарояд. ӯро нафаҳмидам. ака ту ҳам яктоашро интихоб кун, зӯҳро ё мелис. битул ман зӯҳроро дӯст медорам. вақте ки хотират набуд мелисро дӯст доштӣ ҳамихел? дӯст медоштам. аммо ҳозир чӣ? мелисро дӯст медорӣ? бетул аст барои худо маро як сӯ гузор дар бораи ту гап мезанем. сами чӣ шуд? суҳбат кардӣ бо ӯ? нороҳат намекунад? не ака бин, ман ба ту инро гуфтан мехоҳам. ман самиро дӯст медорам. ман ба ӯ хонадор мешавам ва ту зид намебароӣ. майлаш ака, лутфан каме маро бифаҳм ака. охир бетул чаро ин қадар якравӣ мекунӣ? ман намефаҳмам. чӣ шуд? марҳамат, ана инҷо холис. биё бишин. ана медонӣ, вақте ки туро дидам ҳамин хел хурсанд шудам ки хурсандиам ҳадду канор надошт. чӣ шуд? аз пушти он калтакела аст. медонед, қасам мехӯрам як соли дароз хоб нарафтам. ана он бешараф. инҷо чӣ гап аст? чӣ? ака раҳояш кун. бетулро дуо кун, вагарна туро инҷо мекушам. охир бетул хоҳари ман нест гуфта будӣ ку? дурӯғгӯи дуруяи калтакел аст ки... девона, номам аҳмад шимшек аст. калтакел аст бародари дугони кам буд. дар ин ҳолат бетул барои ман кӣ мешавад беақл? туро ака бигзоравем. ана инро ҳам бигир. бетул чои 95 менӯшед духтарако ё фомилӣ? ака, хоҳарашам дар бараш аст. калтакеласро кушед. дигар касе ки мемурад муҳим нест. фаҳмо ака. ба тамоми мардони тоҷикистон тавсия медиҳам ки барои бонувонашон маргарини онаро харидорӣ намоянд, чунки бо маргарини она ҳар чизе ки пухта мешавад аз хӯрданаш асло сер намешавед. маргарини онаро аз тамоми мағозаҳои тоҷикистон метавонед дастрас намоед. селем барои левен бо маргарини она пухту паз мекунад. дарёфти лаззати дилхоҳ на ҳамеша ба осонӣ даст медиҳад. ин мазза ва таъми хуб ҳатман чизеро дар қиёфа ва зеҳнатон иваз мекунад ва шумо наметавонед ки ин эҳсоси гувороро пинҳон кунед. аз чойи марал ҳаловат бар. бетул хоҳарам, беҳуда худатро ғамгин накун. ин одам мувофиқи ту набуд. нафаҳмидам ака, маро бубахш. чизе нест. аслан ту маро бубахш. дар наздат набудам вақтҳои зиёд. аҷабо, раҳмати акай аҳмад чӣ хел инсон буд? хостам фаҳмам. бисёр одами хуб будааст. акаҷон, ба дохил чӣ гап аст? ӯро аз даст надиҳед.
بیتول گذشت. بیا. سقراط مرگت ناگهان و بی درد می شود. امشب آخران شبی حیاتی تو است. خیر، کار سقراط را حل کردیم. اکنون سلاح را از خانه بران گرفتن لازم. ولی چه خیر؟ زیبا چشمم را بسته بردند ها؟ بله، آن شب کار از همینجا سر شده بود. کنی رفتیم. بعد از 5 کیلومتر به راه کلان برآمدم. بعداً به راست گشتم. بعد از 10 دقیقه به راه کلان برآمدم. 500 متر تعمیری راه رفته ایستاده بود. بعد به چپ گشتن. بعدی 2-3 کیلومتر صدای اذان برآمده بود. همین مسجد بود. از اینجا به طرف راست گشتن. از یک تونل گذشتن. بعد از 2 کیلومتر به راست گشتم.
بله جناب بران. کنی آشنابی آغاز کنیم. رسیده. چیزی را جستجو داشتی کالتکیلاس؟ وقت زیاد نداری و یا خلاصه بیا یا برای من کار میکنی یا در محبس میپوسی. 24 ساعت داری. اگر ها نگویی فردا این سلاح به امنیت میرود. این مراتب چارمغز پوسیده برآمد کالتکیلاس. کارمون جدی است. این آدم چرا نمیمیرد؟ همیشه نجات مییابد. برای کشتن وی تمام شهر را میترکانم. اکنون دیگر چاره ای ندارم. این چیست؟ برایت هدیه گذاشتم سقراط. جیبانت را کشو. سپون میترسم که تو رو دستگیر میکنن. سنم تو آرام شو. هیچ کس ما را ندیده بود. شاید کسی ندیده باشد ولی او مافیوز بود. آدم هایش اکنون از پسی ما هستند. دیدی که دو روز در نزدی مکتب پیشی روحی ما رو بستند. کسی به ما ضرر رسانده نمیتواند. جوی وی به شرف جهنم است. با این حق داشت. سپون دیرکتور تو رو فریاد دارد. مرا فریاد دارد؟ سنم چی گپ شد؟ بخیر است؟ غمگین می نمایی چیزی شد؟ نه چیزی نشده است. من درباره یک چیز با تو صحبت کردن میخوام. من با تو گپی ندارم که گپ زنم.
تو با من معقول شده ای. میخوام با من باشی. چی ها میگویی؟ من سبحان رو دوست میدارم و تو این رو میدونی. همه این رو دونسته؟ قاتل رو دوست میداری؟ همین خیل؟ چی ها میگویی تو؟ انا خیر تکلیفم رو قبول میکنی؟ یا اینکه میخوای سبحان رو با محبس برم؟ زورا جون لایحه سحر دیدمون رو بار دیگر میبینی مایلش؟ مایلش جانم. از آدمی بیکار همه بیزار گفتند. تو چیکار کرده ایستاده بی عقل؟ ببخشید به نزدیکی آمدید؟ بابایم تو رو با احمد بیند فکر میکنی که به او ضرر نمیرساند. تو چی ها میگویا؟ بابایم مرا نمیرنجاند، فهمیدی؟ مرا مثل خودت فکر نکن. تو چقدر آدمی خودپرست، به عقل، به آداب هستی ها؟ میخواهی بابایم او رو بکشد؟ به من نگاه کن. به خاطر که به او ضرر نرسد من از او دست کشیدم. آفرین، قرار خوب برآورده. اما دیگر علاجی نیست میلیس جان. آی دمت رو گیر، دمت رو گیر میگویم. اگر به احمد ذره ضرر رسد به همش تو جواب میدهی. بس بودگی ساخیر، بیزار کردی. دف شو از پیشم، دف شو. در اصل من از تو بیزار شدم ابله. از پشت چقدر درد کشیدم میدونی تو؟ چی درد بوده است بد اخلاق ها؟ دوست داشتی دیگر کس رو گرفته درد کشیدی؟ بد اخلاق. تو هستی بد اخلاق. احمد دیر یا زود چهره حقیقی تو رو میبیند. همین خیر. اول تو چهره حقیقی مرا ببین بیا آقا. سردی مرا وجینا. باز کن. تو صدی راهی خوشبختی من نشوی. دخترا شما چیکار من تو رو میکشم. سرده سمی، تو مرا سرده. شما کاردار نشوید. مرا گوش کن. از این روز عبارتن از زیاد دور میشوی. مرا فهمیدی بیچاره؟ بیچاره بیچاره تو هستی. من مثلی تو دوست داشتم رو مرده فکر کرده به آغوش دیگر مردها نمیدن باید فهمو. بس از آخیر. زهرا چیکار کردی؟
کاری کرده آن سلاح را گرفتن لازم. به آنها مثل غلام کار کردن نمیخوان. امروز خوراک چی است؟ ای برادر، من کمی پنیر میخواهم. میاری؟ سلاح در داخل آن جامدان است. کاری کرده آن سلاح را باید گیرم، یا سلاح را میگیرم یا اینکه روزهای اسیریم آغاز می‌یابد. چی شد بچه ها؟ بالون ماشین شکاف شده که نه همینش نمی رسید. خیر مرش زود ایواز کنید.
یک لحظه صبر کن. این چی است؟ این آن سلاح نیست آخر. سلام کلتکیلاس. سلاحی که در عملیات ها استفاده میبری معقولت شد؟ در یک ساعت یا در اینجا میشوی؟ یا اینکه آدم های در نزد امنیت بوده اما سلاح را به امنیت تسلیم میکنند؟ میگویند که سقراط را ترک کردی. استغفرالله. خودم و نزدیکانم را حمایت کردم وگرنه من قاتل نیستم. من این کار را خودم میکردم ولی منتظر تو بودم. خوش، بیا مسئله خودمان را بینیم. 1 سال برای من کار میکنی. فرمان من را حتما اجرا میکنی. نه، سوختم گویید. چه خیلی کار بوده است؟ کارهای میدانستگی خودت. اما یک همکار میگیری. همکار؟ بینید من تنها کار میکنم، فهمیدید؟ همکار نمیخواهم. در اینجا قاعده ها را من میگذارم کلتکیلاس. پروا نکن. شناست است. کمیسر اونال. چی؟ ولی دیگر کمیسر نیست. شما شوخی دارید از برای خدا. من شوخی نمی کنم کلتکیلاس. قرار می برارم و عملی می کنم. تو و اونال گروه نوی کاری من می شوید. تقدیرتان از یکدیگر وابسته است. یا برای من کار می کنید یا اینکه در محبس پوسیده می روید. ماشاءالله، بسیار خوب کردید. ولی من با آدمی که طول عمرم از پسم بود چه خیل همکار می شوم. می بخشید و وی حاضر در محبس است. چه خیل می کنید؟ ای به شرف کلتکیلاس، تو را میکشم. من هم همین را گفتنی بودم. اونال در محبس است و همچون همکار او را از محبس برآوردن کار تو است. آدمی را که به محبس شناندم باز رفته او را نجات دهم مگر؟ فکر میکنم این مشکلی خورد را حل کردن برای تو مشکل نیست. همکاری حقیقی در همین خیل حالت معین می شود. شما جدی میگویید؟ اولین وظیفه که به تو میدیم همین است. کمیسر اونال را از محبس میبراری.